سلام به هوشیار، خوش اومدین. امروز میخوام یه کاری رو با چت جی پی تی انجام بدیم که خودم هم نمیدونم دقیقا قرار نتیجه بگیرم یا نه. من یه فایل بلند پی دی اف رو دارم، میخوام اونو بدم به چت جی پی تی و ببینم آیا میتونه اون اطلاعاتی رو که بهش نیاز دارم رو بهم بده یا نه. نمیدونم اصلا قرار جواب درست بهم بده یا نه. بریم تا اینو با هم دیگه امتحان کنیم. خب برای شروع از قسمت فایل ها فایل مد نظرمون رو آپلود میکنیم. من این پی دی اف رو آپلود کنم. خب فایل رو آپلود کردم. ببین اول خودش اصلا میفهمه که این فایل در مورد چیه. اولین پرامپت رو اینجوری می نویسیم، میگیم که این فایل پی دی اف رو بررسی کن به زبان ساده، توضیح بده. خب حالا مواردی که میخوایم رو میایم دونه دونه بهش میگیم، ببینیم که جوابی که بهمون میده چجوریه. خب اولین چیزی که میخوام اینه که بهم بگه این فایل در مورد چیه. این فایل در مورد چیه؟ من اینو اشتباه نوشتم 10. اینم درست کنم. اولین مورد. خب مورد دومی که میخوایم بدونیم اینه که هدف اصلی اون چیه. هدف اصلی اون چیه. و مورد سوم اینه که ببینیم که میتونه بفهمه موضوعات اصلی که توی اون مطرح شده چیه یا نه. اینجوری می نویسیم چه موضوعات اصلی در آن بررسی شده است. خب فقط یه چیزی، چون که فایل 109 صفحه است دیگه، نمیخوایم که بگیم خیلی واسمون به قول معروف حرافی کنه. میگیم که فقط کلی بهمون بگو چیه، نه اینکه بخواد ریز ریز بهش بگیم. اینجوری برامون می نویسیم فعلا وارد جزئیات نشو و فقط یک تصویر کلی از فایل به من بده. خب این تقریبا چیزیه که میخواستیم ببینیم که اصلا اون فایل رو شناخته چیه یا نه. همین پرامپت فکر میکنم کامل باشه، همین رو واسهش ارسال میکنیم ببینیم نتیجه‌ای که بهمون میده چیه. خب تقریبا درست فهمید که فایل درباره چیه. این یه گزارش امکان سنجیه و تقریبا همه اون چیزهایی که انتظار داشتم رو پیدا کرد. خب تا اینجا که چیزی رو ثابت نکردیم که فایل رو بخونه و بهمون بگه درباره چیه، خب چیز جذابی نیست. سوال اینه که وقتی یه چیزی از توی این 109 صفحه بخوام، واقعا میتونه واسم پیداش کنه یا نه. خب تقریبا جوابی که داد جواب درستیه. حالا کلیات اون فایل در مورد همین بود. حالا بیایم یه چالش واسه چت جی پی تی درست کنیم ببینیم که میتونه بهش جواب بده یا نه. خب فرض میکنیم که الان وقت کافی واسه خوندن این پی دی اف نداریم، یا خودمونی بگم حوصله‌شو نداریم. بهش بگیم که ما وقت زیادی نداریم ولی یه سری اطلاعات میخوایم، خودت برو تو این فایل پی دی اف بگرد، اون اطلاعات رو واسه ما بیار. میخوایم ببینیم که آیا میتونه یه فایل 109 صفحه‌ای رو در عرض چند ثانیه اون اطلاعاتی رو که ما بهش نیاز داریم رو واسمون جمع آوری بکنه یا نه. پرامپتش رو اینجوری می‌نویسیم که فرض کن من 5 دقیقه زمان دارم و میخوام این فایل پی دی اف رو مثلا پی دی اف رو حتما نباید به صورت انگلیسی بنویسیم، به صورت فارسی هم بنویسیم متوجه میشه.
این فایل رو بررسی کنم. خب حالا مواردی که میگم مهمترین اطلاعاتی که برای درک سریع این طرح باید بدونم رو برام استخراج کنم. خوبی چت جی پی تی اینه که به همون زبون خودمون بهش بگیم کامل متوجه میشه و میتونه بهمون جواب بده. خب بهش میگیم که دسته بندی شده بهمون تحویل بده. میگیم اطلاعات رو در این دسته ها مرتب کن. یه سری موارد رو مثلا من می نویسم اینکه موضوع و هدف طرح چیه. دومین مورد این که ظرفیت تولیدمون چقدره. سومین مورد این که میزان سرمایه گذاری چقدره. میزان سرمایه گذاری. چهارمیش این که اشتغال چقدر داریم. پنجمین این که درآمد و سودآوریش چقدره. درآمد و سودآوری. ششمی این که دوره بازگشت سرمایه‌مون چقدره. هفتمین مورد مهمترین ریسک ها و هشتمین مورد نتیجه کلی مطالعه. ببین کل اطلاعاتی رو که بهش نیاز داریم مثلا واسه این طرح یه طرح توجیهی همین موارده و این 8 رو درست کنم من شد 8 رو درست کنم. کل اون چیزی رو که بهش نیاز داریم توی طرح توجیهی دیگه همین هست دیگه. تقریبا اینا رو گفتیم دسته بندی کنه. خب بیاین یه کار دیگه هم بکنیم، این که بهش بگیم که هر اطلاعاتی رو که برای ما پیدا کردی دقیقاً بگو که از کدوم صفحه است و منبعش رو بهمون بگه. اینجوری پرامپت رو می‌نویسیم اگر اطلاعات مشخصی در فایل وجود دارد شماره صفحه مربوط را ذکر کن. خب حالا یه مورد دیگه هم هست، این که قراره یه سری تحلیل به ما بده. باید بهش بگیم که اون چیزی رو که خودت تحلیل میکنی واسمون و اون چیزی که اطلاعات خودت PDF هست اونم روی فرق بینش بذاره. اونم دستورش رو اینجوری می‌نویسیم بین اطلاعاتی که مستقیما از فایل خارج میکنی با تحلیل های خودت تفاوت واضح ایجاد کن. خب این پرامپتی که نوشتیم تقریبا پرامپت کامله. ارسالش میکنیم تا ببینیم که نتیجه‌ای که بهمون میده چیه.
یه نکته‌ای که باید همیشه حواسمون باشه اینه که چت جی پی تی یه اطلاعاتی اگر بهمون داد همیشه 100% اون اطلاعات درست نیست. اینو خیلی باید حواسمون جمع باشه. یعنی اگر مثلا چت جی پی تی توی این پی دی اف اومده یه عدد بهمون داده، دلیل نمیشه که حتما درست باشه. این که بهش گفتیم که منبع رو بزن، یکی از علتاش همینه. بذار یه چیز رو امتحان کنیم. من چند تا عدد از خود فایل رو چک کردم، ببینیم چت جی پی تی هم میتونه اونا رو پیدا کنه یا نه. خب سوال اول ازش بپرسیم مجموع کل سرمایه گذاری اینتر چقدره. بهش هم میگیم که فقط بر اساس اطلاعات موجود در فایل جواب بده و شماره صفحه‌ای که این عدد رو آوردی هم بهم بگو. خب این یه تست شماره اوله که میفرستیم ببینیم که چجوری جواب میده. بر اساس اطلاعات خود فایل مجموع کل سرمایه‌گذاری تر 3,905,400 میلیون ریال، یعنی 330.54 میلیارد تومان. این عدد در صفحه 8 از فایل از 109 از 109 فایل در بخش خلاصه تر با عنوان مجموع کل سرمایه‌گذاری آمده است. همین عدد در صفحه 96 از 109 نیز در جدول سرمایه‌گذاری تر آمده. نکته: طبق فایل این 3,905,400 میلیون ریال شامل اجزای مانند سرمایه‌گذاری ثابت انجام شده، سرمایه‌گذاری ثابت مورد نیاز، هزینه‌های قبل از بهره‌برداری و سود دوران مشارکت است. خب اینا چون عددش رو قبلا من داشتم درست اگر دقت کرده باشین اینجا یه نکته‌ای هست که احتمالاً زیاد به دردمون میخوره. من اگه فقط یه سوال خیلی کلی ازش بپرسم یه جواب کلی هم بهم میده، ولی وقتی دقیق میگم چی میخوام و حتی ازش میخوام شماره صفحه رو هم به معرفی کنه، نتیجه میتونه کاربردی تر بشه. اتفاقا توی ویدیوی قبلی هوشیار درباره همین موضوع، یعنی کار کردن درست با چت جی پی تی و پرامپت نویسی صحبت کردم. اگه اون ویدیو رو ندیدی بعداً یه سر بهش بزن حتما. ولی فعلا برگردیم ببینیم این یکی چطور جواب میده. خب بریم ببینیم. تا اینجا بیشتر داشتیم ازش اطلاعات میگرفتیم، ولی یه سوال دیگه دارم. ما میخوایم ببینیم که میتونیم فقط اطلاعات رو جمع کنیم یا اصلا این اطلاعات هم میتونه تحلیل بهمون بده. خب ببینید تا اینجا بیشتر داشتیم ازش اطلاعات میگرفتیم، اینکه دوره بازگشت سرمایه چقدره و اطلاعات اینجوری. حالا میخوایم یه بررسی دیگه بکنیم، اینکه آیا میتونه یه فایل پی دی اف رو وقتی بهش دادیم علاوه بر اینکه به عنوان یه موتور جستجوگر باشه میتونه بهمون تحلیل هم بده یا نه. بیایم اینو هم با هم چک کنیم، بگیم بر اساس اطلاعات موجود در این فایل یک تحلیل اولیه به من بده. خب حالا چی رو میخوایم بگیم اونم باز بخش بندی کنه، تحلیل رو توی این بخش ها بهم بده. اولین مورد
نقاط نقاط ضعف اونه. دومین مورد نقاط قوت اون. من زیاد طولش نمیدم، فقط بهش میگم که ریسک های مهمش رو بهم بگه. و گزینه اصلیم اطلاعات مهمی که برای یک تصمیم گیری نیازه رو به هم بگو. من اینو میگم زیاد طولش نمیدم که حوصله سربر نباشه و میفرستم اونو. خب همونجور که میبینین نقاط قوت و ضعف رو بهمون گفته، دوره بازگشت سرمایه و همه اینا رو واسمون توضیح داده. حتی ریسک های مهم و اطلاعات مهمی برای تصمیم گیری لازم است رو حتی بهمون اومده توضیح داده. خب بریم سراغ نکته هوشیار امروزمون. نکته هوشیار امروز برای من اینه که وقتی یه فایل رو میدیم به هوش مصنوعی، فقط ازش نخواهیم که خلاصش کنه. میتونیم ازش سوال بپرسیم، اطلاعات مشخصی پیدا کنیم، جواباش رو بررسی کنیم، ولی در نهایت تصمیم گیری هنوز با خودمونه. این نکته خیلی مهمه. ما نباید از هوش مصنوعی به عنوان تصمیم گیرنده استفاده کنیم. هوش مصنوعی فقط یک دستیاره واسه ما. تصمیم نهایی رو خود ما باید بگیریم، نه هوش مصنوعی. خب فکر کنم جواب سوال اولمون رو گرفتیم. چت جی پی تی واقعا تونست با این فایل کار کنه، ازش اطلاعات پیدا کردیم، چند تا عدد مشخص رو ازش گرفتیم و حتی تونستیم ازش بخوایم یه تحلیل اولیه بهمون بده. ولی یه نکته خیلی مهم همیشه باید یادمون باشه، جواب سریع الزاماً جواب درست نیست، مخصوصا وقتی پای اطلاعات مالی و تصمیم‌های مهم وسطه. باید جواب AI رو با خود منبع بررسی کنیم. پس من بهش به چشم یه دستیار نگاه میکنم، نه به چشم یک تصمیم گیرنده. خب این ویدیو هم به پایان رسید. ممنون که تا اینجا با ما همراه بودین. ما قرار نیست که فقط قابلیت هوش مصنوعی رو معرفی کنیم، میخوایم ببینیم توی زندگی واقعی کجا میتونه به دردمون بخوره. تو چه کاری داری که همیشه وقت زیادی ازت میگیره؟ توی کامنت برام بنویس. شاید مشکل بعدی که با هم حل کردیم مشکل خودتو باشه. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.